كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلسلة هو درس معلم الثاني امروز درس دهم رو میگیریم. در این درس ما حرفهای مد رو میگیریم. در درس گذشته الف مد رو گرفته بودیم. باقی در ما یا مد و واو مد است. این الف کسره یا سکون ای، لام كسرة يوي سكون لي في ذي أبي أخي ديني بني دينو أليمو رحيمو. اینجا رحیمو اگر ای راحی یا هم ببینید یکون خیلی حرکت ندارد. اگر حرکت ندارد این دلالت به مملکت که همین یا که الف یا که واو یکون فتحه کسره ضمه نداشته باشد این دلالت به مملکت که این مد است یعنی دراز کرده میشد. رحیمو عظیمو قیل یتیم خیفت خلیفت قدیر علیم سمیع بصیر عالمين صادقين فاسقين كافرين أبابيل إبليس مسكين إسرائيل. این بود کلمه ها با یایس مد و اینجا واو مد است. واو مد اینچنین یکون خیلی حرکت قبل نمیکرد. اگر قبل نکرده باشد این دلالت به واو مد میشد مانند ذل ضمه واو سکون ذو قو فو هو. اینجا الف فتحه ا عین ضمه واو سکون عو ذل ضمه ذو اعوذ یقولو وقودو. اینجا نگاه کنید واو یکون خیلی حرکت ندارد. این قاف ضمه واو سکون قو یعنی قوی میکشه. نتوب رسول صدور قلوب يكون يقولون يقومون يعلمون يجعلون تدخلون تكفرون تشكرون تعبدون خاسرون كافرون عابدون ظالمون بنورهم قلوبهم صدورهم من دونهم. این بود کلمه ها با هم واو مد و هم الف مد. اینجا الف مد اومدگی است کافرون یا که عابدون من این الف مد است. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.